دوستان عزیز، امروز قصد داریم که در این ویدیو انگلیسی صحبت کردن یه سری از این مسئولین رو به شما نشون بدیم. Basket topped $120 a barrel. یعنی مامان انگلیسی حرف میزنن، یعنی جوری انگلیسی مثل بلبل حرف میزنن برگاتون میرسه و دریچه های علم و دانش رو جر دادن. It is with much pleasure that I'm informing you that in the past 4 years we have invested $5 billion in our ICT infrastructure. Mr. Hello. Thank you. And Unify. Do you speak English? Hawa چطور؟ One more time? هوا گرم. I don't understand you. I do not understand you. Thank you. Why do not speak English? English. Hi, how گرم و hi هوا. Thank you. خارج از کف من نمیفهمم. آبرو منم بردی. الو؟ سلام. هوا چطور؟ هوا. فینگیر بچه چند؟ فینگیر. فین بچه فین. چند؟ تخفیف نه؟ الهی به زمین گرم. باشه یه دور زد برگشت. باشه بای زبان خارجی هم مثل بلبل صحبت میکنه اصلا. بابا جان اینو که بهش صحبت کردی ما که نفهمیدی. فارسیش هم بگو ببینم چی گفتی. فارسی چیه؟ این همش فارسی بود. یکی هم بره به این مسئولین بگی که داداش انگلیسی صحبت کردن چی؟ کلاس داره؟ لافه؟ چیه؟ In Syria legally should remain there to maintain this victory. And its allies will continue their efforts. همون مکالمه کار کن با من. Hi, how are you? Is everything okay? Okay. Window is open. و اصلا چی شد ما این سوژه رو انتخاب کردیم؟ این ولی‌الله رستمی نژاد که در حال حاضر خیلی جالبه بدونید رئیس شورای شهر خرم‌آباده و قبلا ایشون دستفروش بودن و توی بنرهای تبلیغاتیشون خودشون رو شاعر و نمیدونم مسلط به زبان انگلیسی معرفی میکردن که اون موقع‌ها بالا تا پایین صدا و سیما و رسانه‌ها راجع به این آدم صحبت میکرد. انتخابات 96 هم همچون دوره‌های گذشته پدیده‌های نوعی به همراه خود داشت. فوق لیسانس زبان خارجه از دانشگاه تهران و دستفروش معروف خرم‌آباد بدون ستاد و فقط با یک بنر نفر اول شورای شهر خرم‌آباد شد. منتخب اول مردم خرم‌آباد مرد تحصیل کرده‌ای که میگویند سالهاست در این شهر دست فروشی می‌کند و کسی نیست که او را باربری سیوشی آدم پرازیسکان تو رمان اسکای زنان استاز اوبو کار بگیلوه مگین دنگس اوبو. بعد همین آدم توی شورای شهر خرم‌آباد رأی آورد و اختلافش هم با نفر دوم 20 خورده هزار نفر بود. یعنی نفر اول شد با اختلاف فاحش و دیگه هر جا میرسید انقدر مسلط بود شروع میکرد انگلیسی صحبت کردن، تا اینکه چند روز پیش دیگه گفتش که یه پیام بدم به ترامپ، به هر حال من رئیس شورای شهرم توجه میکنن اینا، یه پیام داد کرکوپر و برگ و همه چی همه ریخ با این تسلط به زبان انگلیسیش. ببینید When you are asleep Imam Khomeini says the United States of America cannot do anything and Israel must be destroyed. Down with the United States of America.
Oh, Trump, you are the worst governor in the world. Yes, I am Mr. Zekiya Latifur, President Trump. Here Iran. رسانه ورد I love you, thank you very much. فرست دوبل ورد. ماشاءالله چقدر مسلط بود. یعنی آدم وقتی این صحبت‌های این ولی الله رو می‌بینه یاد تیکه‌های این ولی الله میفته. Everyone, Master Trump, President America, real مکنتن به برلکن ما. الدم پرنت تو پر. کلنتا به چی میگه ازم؟ جان متوجه نمیشه چی دارم میگم؟ از همین زبان جدید مسئولین و دستاندرکاران کشور فردا قراره با همین زبان تکذیب و توجیه بکنن. نمیخوای یاد بگیری؟ البته اینجوری انگلیسی صحبت کردن ریشه در تاریخ ما داره. این آقای احمدی نژادی که اینجوری زیپو میکشه بالا. خیلی خوب. در مورد چی میخوای منطقه اینا بگین؟ قبلا یه جوری انگلیسی صحبت میکرد مامان، یعنی میگفت I am a blackboard. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم. I would like to wish everyone a Merry Christmas and Happy New Year. May 2019 be full of happiness, prosperity and peace for everybody. Jesus loved everyone and wanted us to love all. God bless. حالا از احمدی نژاد بگذاریم، حالا اون که دیگه تکلیفش مشخصه. خاتمی هم اصلا یه چیزی بوده انگلیسی صحبت کردنش. And I apologize in advance for my less than fluent mastery of the language. My last days amongst the hospitable American people have coincided with the 5th anniversary of tragic events of September 11th. These troubled times have seen their fair share of calamities, but the horrific terror. Today, I decided to teach a very, very simple meal. I mean fried egg. For this food, we need an egg for each person. Some oil, it better to be olive oil. Some salt and black pepper if you don't have allergy. حالا میگین که حالا برای خاتمی قدیمی بود و اینا. این آقای روحانی که رئیس جمهور فعلیه و ادعا میکنه در دانشگاه گلاسکو درس خونده به زبان انگلیسی، اون دیگه اصلا انگلیسی صحبت کردنش نگم براتون. ببینید پیس پیس میکنه. Peace and friendship from Iranians. Can you give me a sentence in English that you would like to say to the American people? This is your first interview here in the United States. یعنی اینا به فکر احساسات انگلیسی زبان ها نیستن، اینجوری انگلیسی صحبت میکنن. خلاصه اگه از این ویدیو خوشتون اومد، بسم الله الرحمن الرحیم، follow me امین فردین. بسم الله الرحمن الرحیم. Follow me at Ahmadinejad 1956. That's me. Peace and love and best wishes.